خدمت شما بیننده‌های عزیزی که ما در سراسر دنیا میبینن. سلام پرمهر خودت تقدیم میکنم خدمت شما خوبان بیننده. امیدوار هستم خوب و خوشحال باشین. طوری که میبینین بارانی است. بله درست حد زدن. و ببخشید ما البته بارانی که هست ما یک چیز نداریم، پول که کلا نداریم، خب که هیچی. همکاری داریم، بله، احترام هم داریم، چتر نداریم. هوای بارانی معمولا چتر لازمه نه؟ بله، ولی اشخاص چتر میبرن که بارش خیلی زیاد باشه، مگر خیلی نم است امروز. نیاز به چتر نیست. نیاز به چتر نیست، ولی همین هم خیس میشه آدم. ولی اگه بارون شدید شد چیکار کنیم ما؟ نه خب چیکار کنیم؟ من میگم حاله وقتی باران شدید شد میریم یک جای میشینه. گفتم یک جایی میشینین، گفتم ما برو بشینم فعلا تا همین. اگر بارش تیز شد من برایتان لباس خودم میتونم شما تحت بگیریم بریم. پولا رو بدیم یک چتر میخریم سنگین. نه نظر معلش شد. چتری داشته باشین نظر معلش شد. خب موضوع امروز برنامه ما بله زنزلیلیه. ما خیلی کسات شنیدین شما موضوع برنامه زنزلیلی هست. گاهی وقتا بعضی از دوستان تفاهم با زنزلیلی اشتباه میگیرن و زنزلیلی هم با تفاهم اشتباه میگیرن. امروز موضوع برنامه ما زنزلیلی هست. بفرمایید. زنزلیلی چه یک کلمه ای. اصلا خودت میفهمی زنزلیلی یعنی چی؟ زنزلیلی نیست، احترام است، تفاهم است، دوست داشتن هست. همینه داره. ما حال این موضوعات میذاریم. امروز مهمان کسی هستیم که خودی و پدری و پدر بزرگی و برمیگردم خودی و پدری ما میشناسیم هنرمند بوده و میپرسین که ببخشین شما یک زنزلیل میشناسی؟ بله من جواب میتونم. خانم هاشمی دیشتی؟ نه میشناسم. نه یعنی واقعا بحث تفاهم و زنزلیلی باید جدا بشه. زنزلیل یک چیزیه، تفاهم یک چیزیه. دقیقاً. این موضوع ما امروز از آقای بهزاد اسکرزاده که خودی هم هنرمنده، پدری هم هنرمند بوده و تئاتریست میریم سوال میکنیم. امروز مهمون آقای بهزاد اسکرزاده هستیم. خب من خیلی هیجانی هستم که بهزاد اسکرزاده رو ببینم. من مطمئن هستم که شما هم هیجانی هستین. پس بیننده ها را منتظر نمانیم دیگه، بریم. شما بریم. من برم؟ نه دیگه با حرف خصوصی دارم. شما باش. سوالاتی هم که شما در فضای مجازی پرسیدین من از آقای اسکرزاده میپرسین. هیچ وقت امیدوارم زنزلیل نباشین. یا بریم. تا زدم لاف هنر خواجه به هیچ هم نخرید. به هنر شو که هنر هاست در این به هنری. من نام هستی بخش مهربان عرض سلام دارم خدمت شما عزیزای کمیل اعظم را میبینین. بهزاد اسکرزاده هستم، فرزند مرحوم استاد اسکرزاده. در سال 1358 در شهر زیبای هرات در این کوچه امیر علیشیر نوایی که فعلا قرار داریم به دنیا آمدم. دیگه متعهل هستم، دارای 3 فرزند هست، تا بچه هستن و از سال 1380 به تشویق پدرم در عرصه هنر تئاتر و سینما قدم گذاشتم. البته چون پدرم خودش یک هنرمند بود و ما هم در یک خانواده هنری به دنیا آمدم، یک خانواده فقیره که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی فقیر گفته می شدیم، ولی از لحاظ معنوی و کارهای هنری دیگه در خدمت مردم عزیز ما پدرم بوده، پدر بزرگ ما بوده، خودمون قرار دارم. دیگه از سال 1380 به این صورت در عرصه هنر تئاتر سینما فعالیت‌های در به اندازه توان خود ما انجام دادن در خدمت مردم عزیز خود. به روی پاکت که نوشته مهمان زرگری. خب ببینیم داخل پاکت با سلام آقای بهزاد اسکرزاده. شما امروز مهماندار 2 تن از مجریان برنامه مهمان زرگری هستید. خب خیلی خوش آمدید. در داخل پاکت مبلغ 490 افغانی پول نقد برای شما گذاشته شده که باید با این مبلغ از مهمانان خود پذیرایی کنید. البته مهمانان شما از خوردن غذاهای همچون تخم مرغ، سیب زمینی، سوسیس معذور هستند. یا شما باشه که تخم مرغ و سیب زمینی و سوسیس گفتن معذورن.
شما در یک برنامه رقابتی هستید، از طرف مدیران این برنامه به شما نمره داده میشد، پس کوشش کنید در بین 20 مهمان برنده شما باشید. چشم. خب مواردی که در برنامه باید از آنها نمره بگیرید اینا هستند. دستپخت شما. خب معمولا دیگه بیاز ما دستپخت دارید. محل و نحوه پذیرایی شما، لباس پوشیدن شما، استقبال و مهمان نوازی شما. خب کلبی غریبانه است دیگه، او که ما دیگه نمیتونیم برادر به شکل شاهانه پذیرایی کنیم. اما میگه نان و پیاز و پیشانی باز. ما افغانی‌ها و خصوصا ایرانی مهمان نواز هستیم. ببین از اینکه پا در این کلبی غریبانه ما خوش آمده. خب لباس پوشیدن شما، استقبال و مهمان نوازی شما. مهمان نوازی خب بیاز ما افغان‌ها مهمان نوازیم. لباس هم که لباس محلی ایراتی خود ما دیگه، ما از بهتر دیگه لباس نمیتونیم بپوشیم. خب خلق یک بازی سرگرم کننده برای مهمانان. خب دیگه اون وقتی که ما به اصطلاح به سرکش بودیم و سیرک بازی میکردیم، اون وقتا تیر شد دیگه سرگرم کنندگی نداریم، برای از یک آهنگ یا یک نغمه یک دوتا رو باز ما می‌نوازیم. 5. تست هوش شما در مورد کادوی مهمانان. دیگه حتما کادویی است که باید ما به اصطلاح آزمونگاه ذهن وارد یک چیزی باید بگیم، شاید هم یک چیزی باشه عظیمی صاحب. خب اینها مواردی هستند که از طرف هر یک مجری برای شما 10 نمره در نظر گرفته شده که چند نمره رو شما به دست آورده میتونید، مربوط به خود شماست. خب ما اینا یک نکته اول خب ببینیم که پول پاکت داخل یک چیزی معلوم میشه افغانیه یا اینه که دلاره. خب 500 افغانی هست. دست آقای عظیمی درد نکنه. به قول قدیمی‌ها میگن خرج اگر از کیسه میهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود. اینا وقت خرج از کیسه میهمان باشه برادر ما خوب میتونم پذیرایی کنم از اینا. قربان شما عظیمی صاحب، ما در صورتی قبول دارم که اینجا ما از شما یک امضا داشته باشم به عنوان یک یادگاری. بالاخره هم میگه از ما امضا میگیرن، ما امروز از عظیمی صاحب امضا میگیریم که این امضا کنم بدن به دستم، ما میمونید قبول دارم. قربان شما باز این امضا کنن از این صاحب پس بدن به دستم، باز ما به جلوی دوربین نشان بدیم بر شما. قربان دست شما عظیمی صاحب. دوستای عزیزی یعنی ما هم سماعت گرفتن که باز نگن نوشته کردن آقای عظیمی صاحب امضا کرده تقدیم به بهترین و عزیزترین دوست گرامی جناب بهزاد عسکرزاده آریایی. خب قربان شما عظیمی صاحب، اینال ما قبول دارم، ما میزبان میشم و شما میمان میشن و در خدمت شما هستم با نان و پیاز و پیشانی باز. خب اول خود تعریف هنر رو گفتم که در هنر فن یعنی فن. شما اول خب یک استعداد خدایی است که هر انسان استعداد خدایی داره و تمام انسان ها بازیگرن. اونا نیاز به تمرین میخواه. ما هنر ساده نگیریم، خصوصا هنر تمثیل. ما بهزاد عسکرزاده آدم من نمیخوایم تعریف کنم، میگم تو از بیخ بوته نمودم. من میخواد زیر نظر استاد که پدر ما بوده بسیار جدی تمرین دیدیم، آموزش دیدیم. هنر ما ساده نگرفتم. من امیال اگه به شما تعریف کنم خب تمرین ها را سگن لب تمرین داره، از خود زبان تمرین داره، چشما تمرین داره، ورزش داره، صورت، گونه ها، پایا، دستا، تون صدا، انجره، اینا ما هم تمرین کردیم. واقعا من از بیخ بوته نمودم بیام جلوی دوربین استاد چون بگم کار میکنم و در کنار از یا که قدر تمرین میده. فن بیان مهمه. واقعا شما وقتی که اول سر بسیار مهمه، صدا باید به سر باشه. زیبایی و جذابیت صوت سر میگن، این تعریف سر. خب وقتی که شما صدای شما به سر نباشه مخاطب چی رقم بخواین جذب کنین؟ خدا بیامرز استاد کریم میگفت صدا خود به سر کنین که نفر دو بزنین. البته از شوخی میگفت، یعنی بس گپ مهم بود، میگفت نفر دو بزنین اینو خوشی بیاد. ما صدا خود به سر کردیم، ما شوخی نیه. ما سر صدا کار کردیم، سر چشم کار کردیم، سر صورت کار کردیم، سر لباس، سر زبان، سر تون صدا، سر ریتم ساده. در سینما ریتم نداشتی، دیالوگ گفته نمیدونی، دیالوگ کار میگه از سر زبان میگیره یک صوتی از دهن تو بیرون میشه. خب یک بحث جدا، یک بحث همون احساسه. چرا میگه حالت بگی، حس بگی؟ خب همون حالت احساس حس در وجود همه که شاید باشه، بتونی گرفته نداری، نیاز به تمرین داره. بعد از اون باز انسانیت بودن ما، هم نوع دوستی. من خودم یک انسان هستم که هم نوع خود دوست دارم، هموطنای خود، همشهریای خود دوست دارم. هر انسانی هر دین و مذهبی داشته باشه، برای من هیچ فرقی نمیکنه انسان باشه. انسانیت در کل دوست دارم، احترام میگذارم. درد از اونها درد من است.
وقتی که اون لحظه کار میکردم ما به عمر خود کشتی سوار نشدم. اون لحظه به داخل کشتی بودم. اون لحظه که قسمت کشتی گپ میزدم اگه کسی بخ کلم یک چپات میزد شاید من سرم میترکید یا دیوانه میشدم. من جدی شده بودم. رفته بودم داخل کشتی. اون لحظه خانم به جلوی من غرق میشد. بچهای خوردم میخواستن غرق شن، مردم غرق میشد. اون لحظه من میشه بودم مالی کسی قبول میکنه نمیکنه. اون حالت آوردم دیگه. شوخی نه که تمثیل قدر شوخی باشه. بعضی دوستا خیال میکنن شوخیه. شما نیاز به زمان دارین، تمرین میخواین، استاد داشته باشین. باید بالا سر ما استاد داشتیم، شاگردی کردیم. ما شاگرد در بخش موسیقی شاگردی کردم، در بخش تئاتر، در بخش سینما، در بخش تصویر. از هر کس یک چیزی یاد گرفتم، از هر کس متوجه بودم، هر کس یک انتقاد کرد پذیرفتم. آقای عظیمی بده، آقای ما بده، آقای سرخوش بده، آقای حسین زاده بده، هر دوستی که انتقاد کرد در بخشای ادیتوری یا در بخش ادیت مثلا انتقاد کردن اینجوری وادی تو میشه. بعدم نمیدونم اینا گپایی است که دست به دست هم میده که باز یک بازیگر میرسونه که وقتی به جلوی دوربین میاد یک بازی میکنه، تمثیل میکنه، چی نقش کمدی، چی نقش تراژدی، چی نقش اکشن یا بدماش یا نقش منفی، مخاطب خود جذب میکنه. سخت‌ترین نقش شما از تمام هنرمندا و کارگردان بپرسید، سخت‌ترین نقش تراژدی. ولی ما از خاطر خود نمیگم، برین بپرسید. نقشای کمدی و منفی اونا باز بعد از است. چون آلت گرفتن، اس گرفتن، رفتن به عمق قضیه، به عمق دیالوگ، به عمق سوژه، بسیار کار ساده نیست. من خودم میترسم از نقش تراژدی، سخت نقش تراژدی. حالا من الحمدلله خدا را سپاسگزاری میکنم که از ازدواج خود راضیم. یعنی چیزی که در به اصطلاح عام بگیم نصیب قسمت ما بوده که میگن نکاح از روز ازل نوشته میشه. خب من بسیار راضیم، خدا را سپاسگزاری میکنم از زندگی خانوادگی خود، از خانم خودم راضیم، از مادرم، از خواهر و برادرم، اینا هم در کنار هم زندگی میکنیم. هیچ مشکلی در خانواده خود، در داخل فامیل خود الحمدلله نداشتیم. میگه بسیار خوشحالم، زندگی طبیعی داریم، زندگی نرمال فقیرانه داریم، کم داریم ولی خوب داریم. با یک فضای آرام، یک آرامش ما زندگی میکنیم، چون که در ذهن ما آزار کسی نیست. در ذهن ما خدای ناخواسته یک چیزی به نام خلاف نمیچرخه. رنگ به ذهن ما همیشه میچرخه. شاید اکثر عزیزای ما که این لحظه صدای من میشنون و میبینن شاید همون یک ذهن داشته. من نمیخوایم دیگه راه بگم همگی متنایم. کسایی که هم دوستن، کسایی که مردم خود دوست دارن، وطن خود دوست دارن، کسایی که به انسانیت احترام قائل میشن، در ذهن از اونها هیچ وقت چیزای بعد نمیچرخه. وقتی در ذهن اساده، بخل، دیگه کینه، بغض، این چیزا نچرخه، و ذهن بسیار آرامش داره. همیشه به یاد خدا باشه. آدم خداوند همیشه حاضر داشته باشه، فراموش نکنه. این از لحاظ متدین بودن نمیگم، از لحاظ یکی از لحاظ روانشناسی به ما شما بحث کنیم. همیشه به یاد خدا آدم باشه، هیچ وقت نارام نمیباشه. خب یک نارامی‌های یا تنگی‌های در جامعه هست، اینا ما نمیتونیم دست کم بگیریم. اینا فشار میاره سر آدم، نمیتونیم ما انکار کنیم و رد کنیم. مثلا من خودم صبح که بیرون میشم همیشه دنبال نان گرم بیرون میشم صبح برای صبحانه خریدن. خب ما از منطقه ما دیگه سر پل گردرواز اینجا کارگرای مسکین میبینم، برای من بسیار ناگواره. صبح تا شام بیچاره‌ها استادن، خصوصا در این قهر زمستان کار کمتر گیر میاد. وقتی کار گیر نمیاد صبح که بابا میاد سر کار خود از تاریکی من میبینم استادن تا شام. اگه کار بیای خوب، اگه کار گیر نه شام که میره به خانه خود زن بچه از این منتظرن.
بر از او چی میگذره. این بسیار سخته. یعنی چیزایی هست که کمی رنج آور است. مثلا مشکلاتی که در جامعه میبینیم، اختلاسایی که ما میبینیم، عملا میبینیم اختلاس صورت میگیره در بعضی از مکانهای دولتی. خب اینا برای ما و شما در داوره دیگه. اینا رو ما انکار کرده نمیدونیم، ولی در کل از زندگی خانوادگی، زندگی فامیل خودم راضیم، آرامش داریم در زندگی. دیگه چیکار کنیم اگر اونجا آرامش نباشه؟ در جامعه یک مشکلات همه که بیاد موی ما سفید شده، سر ما سفید شده، دندانا رو به رفتن است. هنوز از زندگی چیزی رو ندیدیم، همیشه با جنگ آشنا بودیم، بزرگ شدیم. صدای انفجارها هنوز به گوش ما هست. نه که ما مهاجر بودیم هیچ چیز نشنیدیم، آمدیم می از ابتدا تا حال در این سرزمین زندگی کردیم، با دردها و مشکلات‌ها و بیچارگی بزرگ شدیم، عادت کردیم. چیکار کنیم؟ ولی راضیم به رضای خداوند بزرگ، همین که حداقل در جامعه آبرومندانه زندگی می‌کنیم. فعلا که متعهل هستم بهترین تفریح و ساتیر می‌بینم که در کنار خانواده خود باشم. هیچ چیزی به من لذت بخشتر از این که در کنار خانواده هستم نیه. بسیار خوشم. و یکی بعد از اون بهترین تفریح هم کارم هست. زمانی که کار به من مسئولیت سپرده میشه دیگه مثل یک تفریح ولی کار میخوام پیش ببرم، به شرطی که داخل از این کار باز بعضی دستای هم کار میکنه که دوست ندارن همین کار درست تحویل داده شه. اونا باز باعث رنج میشه. در غیر از این کارم تمام مثل یک تفریحه. و در کنار هر دو تا باز که برای من خیلی لذت بخشه و من همیشه سرحال نگه داشته موسیقیه. من موسیقی خیلی دوست دارم که بنوازم، بخوانم و بشنوم. کارا دیگه بخیر اگه به حساب فیصدی بگیم فعلا 60% کارا پیش رفته مثل این بخش آشپزیمون. 40% بگم تا اون میمونای عزیزی که به وقت غذا میرسن دیگه این کار آماده میشه، دیگه دم میشه، یعنی که غذای دیگه هم چینده میشه. من سفره رو بخیر تعمیر بخورم، چند تا نان خشک هم بگیرم اگه نداشته باشیم، چون به سر سفره اگه نان خشک نباشه بعضی میمونا میگن چرا چینیه. سلام. علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ من خیس شدم. خیس شدم. بعد دریور عزیز خوب هستین شما؟ روزای بارونی کمتر و کار نار کنار سر خیر حاله میشه. ولی خب بازم مطمئنم شما هم یک مشکلی داشتین، خونه احتمالاً به خاطر همون دیر حرکت کردیم و مونده. بازم اشکال نداره. بیروبار ترافیکی بود. حالا حتما بیروبار ترافیکی بود. شاید بنده خدا به خونه داشته همکاری میکرده با خانم. دقیقاً آفرین. این هم بله. آدم باید بعد چیزا در نظر بگیره. گاهی وقتا داخل خونه مثلا خانم آدم مریض میشه، خب باید آدم دست کمک باشه. بعضی وقتا اتفاق میفته که مثلا ظرف شسته نمیتونن، غذا پخته نمیتونن، کالاشویی نمیتونن بکنن. خب همکاری میکنه. یک مرد وظیفش این است که با خانم خود همکاری کنه. مثلا وقتی مریض است یا در حالت عادی باید با خودش همکاری کنه. مثلا خانمش ظرف میشوره بره باهاش همکاری کنه، یعنی یکی کف بزنه، یکی دیگه کش کنه، یکی دیگه صافی کنه بانه. مثلا لباس میشوره از خشکون بکششه، بعد جارو برقی میکشه، مثلا جارو برقی رو خاموش روشن کنه. مثلا
لباسای خودت جور میکنم بیای کمک. زنجلیلی نمیشه؟ نه خیر، ببینین وقتی که یک خانم تحصیل کرده باشه، با اخلاق باشه، با مرام باشه، وقتی ببینه که آقایش که یعنی همون مرد آیندهش میای خانه، خودش میفهمه که چی کارایی انجام بده، او را آزار اذیت نمیده. درست است، احترام متقابلا هست، با هم دیگه همکاری کنه، ولی دلیل نمیشه که وظیفه اصلیش بیای ظرف پوشیدگی. خدا تو بیامرزه ببو، خدا تو بیامرزه ببو. گفت می آمدم بخونه، بیبی تو بند میلرزید. بعد می گفتم زن، می گفت از حولیکی می دیدم چای گدیشتی سفره انداخته، نون رزه کرده، دیگه هر کار قدیم قلقل میزنه، شوروا چرب مبادا این شوروا چرب نمی بود. نمیفهمیدم، گفت نمیزدم که بیبی تور بزنم، می گفتم زد، سکته میکرد. ببخشید شما ازدواج کرده؟ چی میکشه این زن؟ پس ادامه تحصیل دارم هم هنوز. نه خیلی میگم، ولی واقعا گاهی وقتا نگاه میکنه دور زمانه برخورد بداده. خانم ها اقدر توقعات اینا بالا رفته که مرد بیچاره باید خودخور. نکش میریم سر برنامه، مهمان هستیم. نکش خدا، ای خدا، ای بزنه از دست، رگ اعصاب زده بالا. خب آقای ملکی، من از شما یک سوالی دارم. خب وقتی که یک زن و مرد ازدواج میکنن باید چی کارهایی، یعنی مثلا چی کارهایی انجام بدن که زنجلیلی گفته نشه؟ خیلی کسا دیدم که واقعا همدیگر دوست دارن. خب. و وقتی زن مریض میشه مرد تب میکنه. وقتی مرد مریض میشه زن میگه به من چی؟ شوخی کردم. واقعا؟ مردم که وقتی مریض میشه زن تب میکنه، یعنی اقدر با هم تفاهم دارن برای کارها اینا که چی. دلیل نیه که همیشه باید خانوما سفره بندازن. آفرین، دقیقاً. مردم میتونه بندازه. حتما دلیل نیه که حتما خانوما بیا غذا درست کنه، مردم میتونه غذا بپزه، ظرف پوشی رو همکاری کنه. ولی در جایی که شرایط خاص خودش داره، شرایط خاص خودم داره که چی، در جایی که او خانومم یه خورده زرنگ نباشه، هر شبیه بگه آخ سرم، آخ دستم، آخ پام، آخ نمیتونم کار کنم، آخ نمیتونم کار کنم. یک خاله ظرفشویی بگیرین، آخ یک ماشین ظرفشویی بگیرین. نمیشه یک دستگاهی بیای چین اختراع کنه که غذا هم بپزه. نمیشه چین یک کاری بکنه که مثلا تمام کارا خونه رو انجام بده. خب اگه چین کارا کنه، خب مردم نیاز نیست که بره خانوار بگیره، همون ربات میگیره میره دیگه. خب که بیای نقنق کنه، پس میگن خیلی مهمه نقنق کنه. این بلبل زبانی شما میگن نقنق. یک خانم که صحبت میکنه یعنی بلبل آواز میخونه. یک جایی شنیدم از کوچه رد میشدم، خب خانم داشت لکچر میداد به شوهر. مرد شو که میدی بخونه، دست خیلی میدی دیگه بخونه، نه یک راست بدی بخونی مادر. خب روغن بیاری، پدر بیاری، او تکایی که گفتم بگیری، او کشرم بیاری، ما پام درد نکنه، او وسلین برای پامم بستونی بیاری، زودترکی هم بیاری که من نمیتونم شاید دیگه بار کنم. اون مرتکی بیچاره فکر کنم از خونه که بیرون میره دیگه شب به خونه که نمیایه سر به کوه و بیابان مینهد. نه خیر برسیدی امروز یک جوری بشم چون چره نه مریضی رو میره. منی خوب شد حقیقتا ازدواج نکردم. ایش خور مردم میشته میگیرم به خدا. شما بالاخره شما مردم باید بیاین برد از بس بارون بری تر شد، اینا رو بخری گیریشتیم خوش شد. من اول این جمپر رو بله بکشش رو من کمی عرق کپی هوا رطوبتیه دیگه چیزی نمیشه گفت. خب آیا اسکرزاده داخلی شیعی هست پلاستیکی، خب خورده نمیشه. خب ما میتونیم طبق دستور دایرکتر برنامه همه قبلانه میگم شما شیعی از پلاستیکی خورده هم نمیشه. البته بعضی خیلی خود به خیرسری میزنم این میچوام
خورده فکر کنم به سختی میشه. نه نمیشه. نه میگم نمیشه، ولی میتونم با دندونش بشکنن. میترسم. شما با 20 سوال با 20 حدسی که میتونیم بزنیم باید بگیم داخل از چیه شروع شد. یک صبر کنید که ما گپی داشته باشیم برای گفتن همین. شما یک بخش رو آمدین آزمایش ذهنیه دیگه. آزمایش ذهنیه. برادر اگه گوشوار میبینیم هوشیار ذهنی می‌داشتیم هنرمند نمی‌شدیم برادر عزیز. نه راه نداره. خب برعکس شما باید اصلا خیلی آسونه، خیلی آسونه. پلاستیک خوردن نمیشه. پلاستیک خوردم نمیشه. بله 3 2 1 شروع شد. با گذر از زمان عدد تر بشه. چرا حالا سوال ما بکنیم برادر 20 سوال که سوال بکنیم. سوال کنیم. و کجا استفاده میشه؟ یک داخل خانه نمیتونیم بگیم داخل خانه هم استفاده میشه. بله دو بخش آشپزخانه استفاده میشه. 3 خب برای خانم‌ها میتونن استفاده کنن. 4 برای یعنی میتونن استفاده بله همه میتونن استفاده کنن. جزء وسایل آشپزی جزء وسایل آشپزی هم میتونه باشه. 6 خب جزء وسایل آشپزی میتونه باشه. میتونه باشه. خب یعنی پس از جمله ظرف‌های ظرف هم هست. 7 نزدیک شدیم باز دیگه. نزدیک شدیم. خب گفتی میشه که به جوان. شکسته هم میشه. 8 شکسته هم میشه. قندانی 9 نمکدانی 10 از این دنیای چینیه. البته دانی ها میتونه دانی هم باشه. خب مقصد نزدیکتر شونه. خب قندانی نمکدانی نشه. 11 یعنی جز همین خاندان نبود پس دیگه. میتونه جزوی خاندان هم باشه. 12 جا پلاس خاشوخی 13 بابا آیسته تر کرد. چرت بزنم که دیگه چی هست. 13 جای نبود دیگه. جای جز جایا نبود. چرا جز جای هم بود. میتونه باشه. 14 آشپزخانه هم استفاده میشه. هر جا که دلی خواسته باشه میتونه استفاده بشه. میتونه همیشه آویزان کنیم بگم دکوره. 15 16 برای 4 تا دیگه مونده. خب یک سوال دیگه میکنم. کلون خورده هم مدل کلونی هست هم خوردی هست. 17 این در سایزهای مختلفه. شما فکر کنید از هم سایز تقریبا حالا یک حساب میکنیم تا هم سایز 20 ازی وجود داره. 18 نه گفتم من از دیگه 18 میگم. ما داریم توضیح میدیم حساب بشه. شما ندین توضیح بدید ما سوال میکنم. خب کبریت هم گوگت نبود. نه 19 خب یک دیگه مونده. یک دیگه اون تا گوش ماهیسته کده بگو. 19 خیلی نزدیک بود دیگه. برادر نگاه کنین در تمام جای کارایی داره. بله شما اول قید کردین که با آشپزخانه هست. در تمام جا به خونه کارایی داره، به دکان کارایی داره، به هر جا کارایی داره. جنس پلاستیکی هم هست. و یک دیگه شما میتونید بگین حدس بزنین که چیه دیگه. گفتن از جز دنیا هم هست. بله دنیا مجدنی. بله جزء دنیا هم هست. اینا هیچ کدوم نباشه پس خب ذهنشون با یک طرف خوردم هسته. خوردم هسته. یک دیگه کارگردان برنامه میگن خلاص شد 20 تا بگو. یک دیگه فقط شما میتونین بگین. خوردم هست. شما هم حتی شاید دیشته باشین هم خونه شکلدانی 20 نه خیر. این خیلی واقعا چیز مهمی هم است. باید با هر خونه از این وجود دیشته باشه. دقیقاً. اگه نباشه باید در سر همسایه بگه ببخشید از اینا دارین؟ قیف دارین. خویی با آشپزخانه برادر. بله. با آشپزخانه استفاده نمیشه. بله. آیا اسکرزاده یکم چیز دنیا نیه. لیفتانی؟ نه لیفتانی هم نمیشه. دو سوال اینا رو در اشتباه من بردن به دیگه دارن. شما ماین از این استفاده کنید. نه میشه استفاده رو شما بگم. مثلا او میپرکی. نه داخل این فقط مخصوص جزء مواد نفتی میشه. نه خیر. میتونید اشاره داشته باشید. داخل از این شما میتونید بذارین سر بشکه سرکه بریزید. میتونید او پرتیم. میتونید داخل از این سکنجمین بریزین داخل چیز. نه من بردیم به کوچه اثر چپ. هیچ کو دانی چی نداریم ما. ما قیف دانی بود. قیف دانی. دانی. حالا قیف شده. قیف دانی نداره. خب اثر میگم برو. این با کار شما میشه. احتمالاً به برنامه‌های آینده که ما نمیاییم. ولی این چیزی هست که واقعا هر چی ما هر جا بردیم گفتیم این نگه دار. یک روزی کار تا زار میشه میری در خونه همسایه میگه ببخشید قیف دارین. ببخشید مثلا فلان چیز هست. تقدیم شما. خب خیلی بازم ما قبول داریم. خیلی زیباست. به عنوان یادگاری نگه می‌داریم. تشکر. اسکرزاده از که قابل شمار نداره و ارزش هم نداره ولی به عنوان یادگار میتونیم و کارآمدم هست. چند فرزند دارین؟ ازدواج کردین؟ اگه ازدواج کردین چند بار؟ یک بار ازدواج کردم. 3 فرزند دارم. یک دوقلو بچه‌ها هم یک دونم یک بچه یک خورد.
سپسر چند سال میشه آشپزی یاد دارم من خب پیش از اینکه ازدواج کنم یاد داشتم آشپزی، اما بعد از روزی که ازدواج کردم دیگه هیچ فرصتی نشد. مثلا غیر از اینکه تخم بیشترم به صحبت گفتم تخم مرغ پخته کردم صبحانه دیگه هیچ جوره دیگه چای دارم معمولا صبح خودم چای درست میکنم. خب شما چه غذایی بسیار دوست دارین؟ من باز تکرار نشده گرچه گفتم غذا همه غذا رو من دوست دارم. این تو غذای نیه که من بگم از این محسوسیت دارم یا بعضیا شاید دوستا بعضی غذا رو دوست دارم. خب باز بعضی غذای هست که آدم بیشتر دوست داره. من مثلا کیچیری روتی خیلی دوست دارم، البته با گوشت لان نه، کیچیری روتی رو با کوفته باشه خیلی خوشم میاد. با کوفته با گوشت یخنی. از مزار قابلی رو دوست دارم، از کابل منتوی رو دوست دارم. قابل ازبکی؟ بله. من اجازه شما باشه همه تو وطنکی میخورم با دست خود. هر جو شما هر که راحت هستین. من دستا خورم بشوشتم بس نه اگه نشد. اگه قرار می بود به غیر از این غذاها یک غذای وطنی ترک درست میکردن چی حاضر بودین درست کنه؟ شوروا رو من خیلی راحت میتونم پخته کنم، خیلی خوب شوروا پخته میکنم. آره. شوروای گوشت یک کمی یاد بگیر. اون شوروایی که اون روز به دفتر دادی چی بود؟ صفر. حالا یک دفعه ما یاد ما رفته بود که نخود بندازیم، شما هم هی به راه بکشت. نه خیر است، خوب بود. میشه یک 10 سال بعدی آشپز. جالب بود، قدیما به دخترها میگفتن شما ماشاءالله آشپزی شما خوبه، حالا با آقایون میگن شما 10 سال بعد آشپز میشی. والا آقای ملائکه که خوب با مو اشتیا و با مو کیف میخورد و خانم هاشمی هم که یک دو دفعه با آدم خوب باز خوب هم نیه که طرف میمانا سعی کنه چی میخوری. خانم هاشمی هم خوب با مو میل و رغبت میخورن، غذا را میبره نامزه داده باشه. من خود خوشحالم که میزبان شدم، دیگه توقعی ندارم که باز چون در داخل از این برنامه مسئله نمرام هست. خب طبعا دیگه ما دوست دارم که نمره عالی رو بگیرم، از 20 19 میدم. خیلی زیبا. حالا نوبت سوالات که هست که از کانال رسمی ما از شما سوال شده. فیصل از ترکیه پرسیده چرا فعالیت های شما در عرصه سینما کم شده؟ بله خب سابق بود یک تلویزیون بود، حمایت هم کمی از طرف مسئولین داشتیم، خود ما مگنگیزی بود دیگه. بعد از اون دیگه دیدیم که برادر نتیجه نگرفتیم از کار، بابا خوابیده بود، هر کس برای رفت، پدر من فوت کرد، همین سلسله کار ما به هم خورد دیگه. ما دنبال از این کار زیاد نتونستیم ادامه بدیم. خوب شد همین آقای عظیمی با ساختن سریال‌ها و زحمتایی که میکشن بالاخره یک جنب جوشی پس به عرصه سینما دادن. از این باشه شاید کارایی باشه ان شاء الله. سما از اتریش پرسیده که شما به چه اندازه تحصیلات دارین؟ در آینده نزدیک چه پلن‌های کاری دارین؟ جنگا بود ما کابل مهاجر شدیم، ما اینجا درس خوندم تا سن 12. بله. سوال بعدی اینو چی بوده که تحصیلات؟ در آینده نزدیک چه پلن‌های کاری دارین؟ والا پلان کاری اصلی من اینه که 3 تا فرزند دارم، امید به جامعه درست تقدیم کنم که بار دوش جامعه نجن دیگه. هیچ پلان کاری ندارم.
مسکان شریف از آمریکا پرسیده چه رشته ورزشی دوست دارین؟ ما ورزشکار هم هستین و اگه ورزشکار هستین چه ورزشی انجام میدین؟ من فوتبال میکنم کم، بیشتر نرمش کار میکنم، زیبای اندام کار میکنم کم. سوال بعدی که هست رضا علی از ایران پرسیده که شما که فرزند تئاتر هستید آینده تئاتر را به افغانستان و هرات چگونه میبینید؟ آینده تئاتر صفر. بمی روالی که فعلا جریان داره آینده تئاتر من صفر میبینم، بخاطر هر کس که بیکاره میره به تئاتر. از برای غم من، از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بر این موج خروش شان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بر این موج خروش شان دل دریا تنگ است. تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم، تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم، دیگر اندر نظرم، دیگر اندر نظرم دیده مینا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است. نگهدار شما و تشکر از شما. خب ما رسیدیم به مرحله امتیازدهی که واقعا ببخشنده که مگه امتیازات یعنی اشتباهن هم از پیش اشتباه بشه سر پرسرا 10 تا منتظرن که تو چه همچی کاری کردی. ما باید دقیق 10 لک آدم 10 میلیارد آدم منتظر اونجا کنم که شما امتیازات حق خوری کردی. به خاطر از این دقیقاً میگم و دلایلم که امتیاز میدم میگم. درست. برای دستپخت آقای عسکرزاده من امتیاز 7 میدم. دلیلی هم به شما میگم به خاطر اینکه ما غذاهای هرتی رو می‌خواستیم، غذاهای سوچی هرتی. خب برنج به کل دنیا هست، بادمجان به کل دنیا هست و اون کبابی هم که درست کردن به اکثر جای دنیا پخته میشه. ای کاش غذای محلی هرتی رو به رخ میکشیدین تا ما به اون بر دنیا میگفتیم ما داریم قلرتروش گوشت تلند با آشپزی خانم هاشمی مثلا همین بلد نیه ولی خب مثلا ما میگیم. پس از دستپخت 7 شد. برای نحوه پذیرایی واقعا نگاه میکردم آقای عسکرزاده یک جور مهمون نواز خاص بود، یعنی دستپاکن میگدیشت و همون کارهایی که قرار بود یک مهماندار خوب انجام بده انجام میداد. من از نحوه پذیرایی 8 میدم. رسیدیم از استایل خیلی خوبی توش آقای عسکرزاده روی خنی دخته و همون عنعنات هرتی خود ما حفظ شده بود، از رو هم 8. رسیدیم به بازی من میخواستم 10 امتیاز بدم ولی واقعا چون یک تئاتریست بودین و از تئاتر و فیلم‌بداهه‌گویی نتونستیم استفاده کنیم 2 امتیاز ناقابل کم میکنیم و بازم 8. قسمت بعدی که بود که متاسفانه از تستوش خیلی کسا نتونستن امتیاز بگیرن و شما هم جزو همونا بودین 0 کیلومتر. در کل ما 8 تا 8 شمزه باز 8 تا دیگه میذاریم بالی و که بشه 20 و او هم 7 میکنه چند؟ اشتباه گفتم 24 و 7 31. خب 16 میگه باز 8 دیگه هم میمونه 20 میشه. ای خدا من میخواستم این قلچکو هاشمی فقط بگم که ریاضیات من بد نیه. 31 امتیاز از طرف نوش جان شما.
خب حالا نوبت من رسیدم مرحله هیجانی امتیاز دهی که واقعا اینجا هم هیجان داره هم باید انصافاً نمره داد. و خب از آقای اسکرزاده به خاطر آهنگای زیبایی که خوان سپاسگزار هستم و از دستپختشان من برایشان 7 میتونم، طوری که دوستم میگم همکار خوبم اشاره کردن یا نیست که من اشاره کنم، مگر 7 امیدوارم راضی باشه. نحوه پذیرایی واقعا عالی بود، هر چیزی که لازم داشتیم پیش دست انسان میماند و میگفت بخوریم حتی میگفت نه سیر هستی، میگفت نه بخوریم. خب درست 7 و استایل واقعا یخ انداخته زیبایی بود، برایشان بسیار میزیبید، برای شما هم میزیبید. 8 و بازی سرگرمی هم که انجام دادن، البته بازی سرگرمی خو انجام ندادن مگر آهنگ خوانده بودن، خوب بود، بد نبود. 8 جانبازی خیلی عالی داشت، واقعا عالی بود. 8 و رسید به تست هوش 0 مثل بقیه، فقط 2 نفر انجام داد. خب یکم شانسی بود. بله شانسی بود درست. و با هم اینها میشه 30 امتیاز. امیدوارم راضی باشین. 30 امتیاز و 31 امتیاز با هم میشه 61 امتیاز. 61 امتیاز نوش جان شما. خب تا برنامه بعدی خداحافظ. قسمت از برنامه بعد ما شما ببینیم، قسمت از برنامه بعدی ما شما ببینین. بحث زنجلیلی امروز باید حل بشه. خب بینندگان مهربانم، ما را اصلا تنها نگذارین، برنامه‌های بعدی ما را نگاه کنین. خب بیشتر بگم دل من برای همتون تنگ میشه، از لایک و کامنت هایتان ما رو فراموش نکنین دیگه. هیچ دیگه خداحافظ. ما گفتم معلومه ورزشکار طرف. آیا ورزش میکنین؟ چه رشته ورزشی را دوست دارین؟ طرفدار کدام تیم ورزشی هستین؟ ورزش خیلی دوست دارم ورزش کنم. چند دفعه هم کوشش کردم، سعی کردم ولی نشد. من خب قبلا فوتبال بازی میکردم. خب یعنی او وقت خیلی چاق هم نبود، گرچه حالم چاق نیه، هر حال بدنسازی میکنه آدم. بدنسازی چی رقم میکنه؟ الان بدنسازی میکنه یعنی راحت چی؟ الان به زور داره خودخوانی. نه یه حالت عادیه. ایچه میگن ببخشید الان بدنسازی آدم ایچه نه خب ورزش خیلی دوست دارم، چند دفعه بدنسازی رفتم.